در گذشت ابراهیم رئیسی در زمان صورت گرفت که رابطه‌های ترکیه و ایران در مرحله حساس قرار دارند. اگرچه دو طرف رقابت افزاینده‌ای دارند ولی در پیدا کردن چرخبالی سقوط کرده پهباد نظامی ترکیه کمک کرد. دو طرف همچنان رقابت سیاسی و اقتصادی دارند ولی اگر بیانیه‌های رئیس جمهوری ترکیه را ببینیم بسیار احتیاط می‌کند تا از نظر استراتژی حداقل گپی منفی نگوید. ترکیه روز ماتم ملی اعلان کرد، هیچ کشور عربی این کار را نکرده است. هرچند ترکیه برای مرگ ابراهیم رئیسی یک روزی عزا اعلام کرد اما این واقعیت را پنهان داشتن نمیتواند که دو طرف برای نفوذ در چند منطقه رقابتی افزاینده دارند. برای امنیت ملی ترکیه آینده قفقاز جنوبی، عراق و سوریه بسیار مهم است و در این جایها ترکیه با مخالفت ایران به منافع خود روبرو است. ترکیه حالا برای یک عملیات عظیم به ضد پایگاه‌های جدایی طلبان کرد در عراق و سوریه آماده می شود که به ضد حکومت آن کشور می جنگند. در گذشته ترکیه ایران را برای عدم دستگیری از این تلاش‌هایش به تکرار تنقید کرده است. با مرگ رئیسی در ایران انتخابات نوی ریاست جمهوری صورت می گیرد. اکنون به قول تحلیلگران برای ترکیه فرصت جهت پیشبرد هدفهایش رسیده است و به خصوص با نظر داشت مخالفت‌های داخلی در ایران. We have, of course, a fight now for power. البته مبارزه برای قدرت ادامه می کند. اینجا نظامیان با روحانیان هستند. دو طرف با هم شریکند ولی عین زمان هر دو نهاد ضد یکدیگر مبارزه می برند. But these two institutions also fighting among each other. و قول تحلیلگران اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قدرت بیشتر بگیرد استفاده از گروه‌های دست نشانده‌اش در عراق و سوریه را بیشتر می‌کند که آنها اکثراً منافع ترکیه را هدف می‌گیرند. این کار رقابت بین ایران و ترکیه را شدت می‌بخشد. این باوری بیش از حد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با قدرت سیاسیش مویه بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌شود و ترکیه همیشه از این مسئله نگران خواهد بود. با رقابت ایران و ترکیه برای تقویت نفوذ در سوریه و عراق و سودان به قول تحلیلگران گذاشتن قدرت به دست رهبری نو در ایران میتواند پیامدهای جدی در منطقه داشته باشد.